سلام. پول منو بالا کشیدم، کجا باید برم؟ کی بالا کشیدی؟ بانک بار مالم بالا کشید. خب به کی باید شکایت کنم؟ به خدا شکایت کن. بفرما. خیلی ممنون. بفرما پدرجان. سلام. دخترمو اخفال کردن. بلندتر. دخترمو اخفال کردن، اومدم شکایت کنم. من شکایتی ندارم. تو خفه شو. باید بری پزشک قانونی. پزشک قانونی واسه چی آجا؟ برو توی راهرو اتاق 205 برات توضیح میدم. بفرما. بیا مادر. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید حاج آقا، شوهرم منو بچه‌امو ول کرده، نفقه‌ام نمیده، معتاده. سر خیابون دادگاه خانواده. من که طلاق نمیخوام. با چی میخوای؟ میخوام پدرشو در بیارم. با چی میخوای پدرشو در بیاری؟ کدومش بهتره؟ مهرتو بذار اجراست، سود میفته زندان. برو توی راهرو اتاق 101 برات توضیح بدم. خیلی خوبه. بعدی. آقا با شما. آقا نمیری؟ Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. الان وقت مواجهه است. تمام زمین‌های پدر ما ازت میگیرم. چرا نگیری؟ آقا بگیر، از من بگیر. بذار همه صدای منو بشنون. از اون مصادره کننده بگیر. تمام زمین‌های این مرد بزرگ با یه سرود لرزه بر اندام رژیم انداخته. این مرد یکی از جوانای پاک و وطن پرست لس آنجلسه. بردار. دستو بردار، مشکل نداره. خب نظر در مورد این فیلم چی بود؟ مگه نظر من مهمه؟ لابد مهمه که داری میپرسی. سکوت یعنی که با محتوای فیلم مشکلی نداری. برای چی اومدی ایران؟ برای چی نیام ایران؟ اینجا وطنمه. اینجا نیام کجا برم؟ پس چرا تو الان تو آمریکا بودی؟ اونجا هم وطنمه. چون وطن مثل مادر آدم میمونه. مگه آدم میتونه 2 مادر داشته باشه؟ میتونه؟ 2 پدر چی؟ میتونه؟ پدر اسیار جان لو، مادر کلمنت فوندس. این چیه؟ مامان همه. کجاییه؟ لاتین. آمریکای لاتین. یپ. ما برای آمریکای لاتین احترام زیادی قائلیم. آمریکای واقعی اونجاست. یعنی پس مامانم اوکیه؟ چی اوکیه؟ میگین احترام زیادی قائل هستین. الان من چیکار باید بکنم؟ میخواین چیکارم کنیم؟ نمیفهمم. یعنی میخواین اعدامم کنین؟
من قاضی نیستم. پس قاضی بیاد میخواید اون موقع من اعدام کنید؟ من اگه قاضی بودم اول به حرفات گوش میکردم بعد تصمیم میگرم. درسته. چیز تانکس. خب حالا از اول ماجرا رو برام تعریف کن. بابام دیگه، بابام همه قضیه سر زمینای بابامه. در واقع همه چیز از کاباره طلایی شروع شد. تو دهه 50 گروه‌های موسیقی زیادی از همه جای دنیا برای اجرا به تهران می‌آمدند. چرا اینا رو جمع نمی‌کنن از اینجا؟ اینا هم پول میگیرن از سرگرمی اسماعیلی بود که با تنها دوست جلال خواندی بره اونجا بشینه موسیقی خوب گوش کنه یا سیگاری بکشه و برگه اعانه ملی بخره. جمع میکنم. آقا بلیت ایوان ملی بدم. بله جایزش یه پیکانه. یه آپارتمانه. 100 تا جایزه 5000 تومانی. فقط 5. جدیده دیگه. جدیده. اینا همه بازی سرمایه‌داریه برای اینکه طبقه کارگر رو تلکه کنن. حالا باز بخر. ایوان ملیه دیگه همه میگیرن. بخر اینقدر بخر تو جونت در بیاد. میام نمره‌های نوبت قبله که خودم دفعه قبل بهتون دادم. گم نکرده باشیم. نگاه کنیم میام. به افتخارشون. اینان؟ اینو یه تخفیف بده. براو. بشین اسماعیل، بشین. من یه سیگار بکشم. لاتینان که لاتینو. آقا برو آقا. برو آقا این چه وضعیه؟ ببخشید این چه زندگی؟ آمریکایی هم دیگه. برو کنار آقا، من خودم جمع میکنم. لاتینو اینا با سرمایه‌داری مبارزه کردن، اینا زخم خورده سرمایه‌داری ان. I'm just a gypsy who gets paid. جلال این آهنگو میگه. All the songs that I have played. And all the records that I have made. این آمریکایی میخونه دیگه. آره. خب دیگه. لاتینو. I have traveled long the land, making music for my fellow man. این الان چی گفت جلال؟ چقدر تو خرشانسی؟ چقدر تو خرشانسی؟ به کی گفت؟ به تو. سیتت برد. اسماعیل با 5000 تومانی که تو اعانه ملی برنده شده بود رفت و یه قواره زمین خرید. اون مثل همه آدمای معمولی دیگه بود دیگه، از تماشا کردن مال اموالش لذت می‌برد. یار جان لود تازه استخدام شده بود ولی وظیفه خاصی نداشت. بعض وقتا مأمور خرید بود، بعض وقتا بهش میگفت یه کتابی رو بخونه و برای موافقش تعریف کنه. داستان عنتری که لوطیش مرده بود داستان تلخ یک میمون دست‌آموز است که متوجه می شود که صاحبش مرده است. این کتاب اخیراً به چاپ 10 رسیده است. منظورش کیه؟ عنتره کیه قربان؟ منظورش اعلی حضرته؟ نه خیر فکر نمی کنم. من فکر می کنم که اعلی حضرت لوطیه باشن. درسته؟ لوطیه که مرده، اعلی حضرت زنده است. اون میمونه اعلی حضرته. لوطیه ایالات متحده آمریکاست. واقعا؟ یا با این حساب اگر فرض کنیم پاشو بیر اینجا. بله این چیه؟ اسب. اسب کجاست؟ استبل. اینجا استبل نیست، زندانه. اینا اسب نیستن؟ استبل رو تبدیل به زندان کردن.
چی؟ آمریکا؟ نه خیر. آن لوتیه. نه خیر، شوروی، کمونیستا. همون جایی که نویسنده‌های ما عاشقش شدن. چرا؟ تالار حزب رستاخیز رفتی؟ کجا قربان؟ تالار حزب رستاخیز رفتی؟ نه خیر قربان، هنوز فرصت نشده ولی حتما میرم. قبلا کدوم بخش کار میکردی؟ بنده قربان مأمور خرید هستم، هنوز استخدام نشدم، آزمایشیه و یه درخواستی نوشتم، میخواستم همونجا بمونم. با درخواست موافقت شد. به خریدات برس. آقا آقا نزن چه کارت کنم؟ قربونت برم آقا، دستو بیار پایین، دستو بیار، گناه داره. چه وضعیه؟ سلام علیکم. اینجا چه کار می‌کنی؟ آقا نزنید، شما نفری افتادین به جون بدبخت. چیکار کرده مگه؟ تأسیساتی هستین؟ میدونی چه کار کرده؟ چیکار کرده؟ خرابکاری کرده عوضی. خب نزنش، خرابکاری کرده. این خرابکاری کرده. توطئه کرده برای مملکت. کتابی نویسه. آقا بابا هر کاری کرده ولش کنین. بعد اینجوری بیافتین به جون شما مثلا ورزشکارین، خجالت بکشین. آقا شما بگو غلط کردم تموم شه بره. هرگز چه بابا، بگو غلط کردم بره دیگه. این اولا خودشو لوس کرده. بابا ماچ کنین هم دیگه رو، تموم شه بره. اینو بده، اینو من بازش کنم. بیا وایسا بده من بازش. میریم بیا بهت میگم چی شده. بیا بیرون. اسمش چی بود؟ اسم کی؟ همون اداری که پدر توش کار میکرد. یعنی شما نمیدونی اسمش چی بود؟ اسماعیل کارمند سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود که به خاطر ساده تر شدن و کوتاه‌تر شدن بهش میگفتن سواک. بله کابلم 10 متر گرفتم. فقط اینا تیکه نمیکنن ها، باید بیایم اونجا خودمون 1 متر ببریم. بله 4 تا دسته کلنگ. بله گرفتم. دنباریک. آقا دنباریک داریم؟ بله دنباریک هم داریم. یه 4 تا دنباریک برای ما بذاریم. چشم. بله گفتم. آقا نه قربان، شیشه نوشابه فقط با غذا میدادن، مجبور شدم 3 پرس. بله کوبیده خوردم. بله 2 تام شیشه شیر از خونه داشتم آوردم. بله آقا وسایل جوشکاری دارین؟ بله داریم آقا. یه 10 تا الکترود میذاریم برای ما. آقا خسته نباشی. بزن با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب. اسماعیل مشتری پراپاگورس کابرت طلایی شده بود. اون موسیقی گروه دیگر رو با بی‌حوصلگی گوش می‌کرد تا نوبت به گروه ال پاسو گایز برسه. لب‌های تشنه به عکس یه چشمه نرسید تا ببینه. آخه چی غم گرفت؟ 2 تا. اینو داریش کلا مشکل داره. چی به چه درد میخوره؟ شعار این داره میگه ته سرمایه داری یعنی امپریالیسم. داره از درد امپریالیسم میخونه. گوش کن، همون امپریالیسمی که هممون مریض کرده. نگاه کن. تو چی میگی؟ چرا انقدر عوض شدی؟ عینک چیه؟ کلاه چیه؟ اینجوری دخترها عاشقت میشن؟ من عاشق خلق مبارزم. به هر حال خانم‌ها هم بخشی از همین خلق مبارزن دیگه. من که نمیتونم تبعیض قائل بشم. میتونم. آفرین. ممنون، خیلی ممنونم. و حالا این شما و این گروه پاسوگای کتاب باید نشون بدن راجع به مبارزات طبقاتی. اومدن کلمنته. Bésame.
Bésame mucho. Each time I bring you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I love you forever. Say that you'll always be mine. Touch a boom, so hear us one. If you should leave me, reach what a dream music brings in my life. کجا او جان؟ ببخشید میخواستم خانم کلمنت فوینتس رو ببینم. الان نمیشه. بیا باره بیرون اعصابمون رو خورد نکن. من 2 ساعت معطلم آقا. آقا جان من اعصاب ندارم. با من چی که شما 2 ساعت اینجا معطلین؟ مگه جرباس نمیشنوین؟ اونا؟ نه پس عمته. خب اینا دیگه این خانم با میستر ریدیگو هر شب با هم جنگ دعوا دارن. میس سگ و گربه میپرن با هم. این آمریکایی داتی. واقعا؟ بفرمایید اینم میستر ریدیگو. ممنون. سلام. خسته نباشی قربون. چه خبره؟ یعنی بود سرت انداختی؟ Shut your mouth. چی؟ Shut your mouth, you stupid ass. صحبت کن. فارسی صحبت کن بفهمم چی میگی. سلام خانم. I'm about your slot. You can't say no to anything. Hey, you! Shut up now, your mama not asshole! What the hell? دست رو زن بلند میکنی؟ اوه چی کفگوری زد. میخورن ها. همین که افکاری باعث شد کلمت زن اسماعیل بشه. اسماعیل هم زمیرا رو مهریه کلمت کرد. آمریکا هم خرا هندونه دوست دارن میخورن؟ چی؟ دانکی. امریکا قارپوز I love you. I love you too. زمینت چند متره؟ زمین؟ از همین جاست اینو بگیم تا ببینین سنگو اینجا رو نگاه کن تا نه این یکی رو ببین تا هیر مور دراز و بزرگ لانگ and big. خوبه. قاطع. اوکی الان درستش. اومد. خیلی خب همینو محکمشون. رد شد. ای بابا چی شد دوباره؟ اومد دست نزن. یه به چی وصله؟ چی بود؟ آقای سخاپور. بله. قربان من خانومم حامله است. اون استبلو تابلوشو بکن بیار. چشم قربان من خانومم حامله است. یه چند وقت حالش خوش نیست. میخواستم مرخصی بگیرم کنارش باشم. کنارش باش. خیلی ممنون. یه عرض کوچیک دیگه هم داشتم. قربان میشه یه مساعده کوچیک به من بدی؟ مساعده برای چی؟ قربان در جریان که هستین خانوما که حامله میشن اخلاقشون عوض میشه، خرج و مخارجشون میره بالا. زن فرنگی میگیری؟ بله 1000 تا ادا اصول دارم. درست. این جبرم با خودت. بله. بیا قربونت. چشم. قربان فرموده بودین برم تالار حزب رستاخیز. خب دیروز رفتم جالب بود. الان؟ بله. مملکت داره سقوط میکنه. شاه گذاشته در رفته. و تو تازه داری میری تالار حزب رستاخیز؟ خونمونه چی داری ها؟ ندارم. یه 1000 متر زمین دارم. یکی بهت معرفی میکنم میخره. خونه، ویلا، طلا، جواهر، آکواریوم، هر چی داری تبدیل به دلار کن. قربان داری اتاقتون رو عوض میکنی؟ اتهامو که میدونی من بیگناهم. اون ناصرتر رو من نکشم. نتونستی من در کیر بیاری برام پاپوش درست کردی.
با عرض پوزش از بینندگان ارجمند به دلیل قطع فیلم سینمایی توجه شما را به پیامی که همکنون اعلیحضرت همایونی برای ملت ایران دارند جلب می‌کنم. متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که پنبه‌های انقلاب مشروطیت است به صورت کامل حالت خوبه؟ میتونی بیای؟ میتونی بیای؟ خب همینجا وایسا. آقا معذرت میخوام. یه کمک میکنی؟ با همین تکراری دیگه. من خانم چرخ نداشت مزاحم شما میشدیم. نه بابا وظیفه‌مون رو بباش. فقط بگیر. آقا اینو بگیر اون بر این در میره آخر. نگران نباش داداش، اینا همشون خالیه. اینا رو کجا آوردی؟ از انبار ساواکیا. اتفاقا فشنگاشو پیدا نکردیم خالی کن تو مغز خودشون. آقا این حرفو نزن. ساواکیا که همه آدمای بدی نیستن که. مثلا اون بدبختی که مأمور خرید بوده اونجا چه گناهی کرده؟ اتفاقا اون از همشون بدتره. بابا اینا رو اون خریده دیگه. ولی من آقا بازم معتقدم. آقا با من بحث ایدئولوژیک نکن. اما زنت داره میذاره به فکر زنت باش. اینجا جلوتر هم ما دیگه نمیتونیم بیان. اینجا بخش زنان و زایمانه. یا یالا بگو برو تو. بریم بچه‌ها. دستتون درد. قربان من یارجانلو هستم. اسماعیل یارجانلو. آشنای آقای سخاپور شما رو معرفی کرده بودم برای خرید زمینام. من کی خدمت برسم قربان؟ نه سند که هست، فقط یه مشکلی پیش اومده بود. من خانومم پا به ماست اومدیم اینجا بیمارستان. من خب چی شده؟ خب بشه انقلاب بشه، چه ربطی داره؟ من میخوام زمینامو بفروشم. بله آقا خریدار نیستی شما به من گفتی من من نگفتی من زمیناتو میخرم تو. بله این خانمه که فارسی نمیتونه حرف بزنه زن شما؟ بله زایید بودو الان زایید؟ آره مطمئنی این خانم من بود؟ من یه خارجی زن شما نیست. بله خانم کلمنت پونته. خیلی خوب دیگه. زایید واقعا؟ فعلا که زاییده. کجا الان؟ اجازه بدین آقا بعد یه فرمای پر کنین. اون فرم رو دیگه سالمه؟ بیمه داری؟ بله بیمه داریم. کارمندی؟ کارمند بله. کارمند کجا؟ اداره ساواک. بله شغل آزاد. ساک درست میکنیم، کیف درست میکنیم. درمایتون خوبه پس دیگه دوخت و دوزه بخورون امیری هست. اینجا رو امضا کن. بله اسماعیل برای زنده نگه داشتن نام و یاد پدرش اسم پسرش رو گذاشت زکریا. خسته نباشید. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید میخواستم برم سر کارم باز نشده. از بچهای کمیته هستی؟ خیر کمیته خیابان پهلوی؟ نه آقا ما 100 بار اعلام کردیم اینجا در اختیار کمیته شماره 23 خیابون بهاره. بله خسته نباشید. من محل کارم اینجاست، طبقه سوم اتاق 308. قبل از این اتفاقات اینجا کار میکردم. قبل کدوم اتفاقات؟ منظورت انقلابه؟ انقلاب خسته نباشید. یعنی شما کارمند اینجایی؟ بله اگه مستظر باشین دیشب تلویزیون اعلام کرد که کارمندان دولت میتونن برگردن سر کارشون. منم موقعیت رو محترم شمردم، گفتم شاید بتونم بیام اینجا و خدمتی بکنم به انقلاب و میهن و خلق. آقا یه لحظه واسه. آقا من استخدام که نبودم قربونه، قراردادی بودم. آقا دقیقاً همینجا اتاق آقای سخاپور بود. چند دفعه گفتم آدما رو اینجوری نیارین اینجا، به متهم احترام بذارین. برادر من هنوز که جرمی ثابت نشده که. سلام. ساواکی آقا. واقعا؟ اینم کارت. یه لحظه گوش کنین شما.
چی کاره بودی شما؟ مأمور خرید آقا. شکنجهگر بودی؟ نه قربان، یه کارمند ساده، تازه آزمایشی استخدام نشده بوده. پس تو سابق چی کار میکردی؟ عرض کردم خرید میکردم، لوازم شوفاژ میگرفتم، کابل برق میگرفتم، دمپایی میگرفتم، اینجور چیزا. به خدا از کجا معلوم راست میگی؟ راست میگم، به جون زکریام راست میگم. زکریا که؟ بچه‌مه، 3 ماهشه، شبای انقلاب به دنیا اومد. پا قدم خوبی داشت. مبارکه. ولش کنیم. آقا من ولش نمی‌کنم. یعنی چی که ولش نمی‌کنم؟ معنیش معلومه. من مسئول مستقیم تو هستم به این حکم از طرف کمیته مرکزی. ول کن بابا، حکم که نه عکسی روشه نه امضایی که زیرشه من میشناسم. میگه حکم. وقتی ما تو فاز مسلحانه بودیم شما کجا بودیم؟ بله داشتین سخنرانی اسلامی میکردین. خدا رو شکر ملت انقلاب کردن، شما رو از زندان در آوردم که اینجوری دم در بیاری. یعنی که ما اونجا داشتیم یه قل و قل بازی میکردیم. یه جوری حرف میزنه انگار ملاک حق و باطلی شما. سرخ عمل نمی‌کنی رفیق. هر چی ما اینا رو میگیریم میاریم اینجا میگی ولشون کن. بابا اینا رو همه رو بعد اعدام کرد. رفا آخرت باشه جلوی من اسم انقلاب سرخ میاری. ببخشید انقلاب چه رنگیه؟ رنگ مکتب. آقا صلوات بفرستید. سه رنگ پرچمه دیگه، هممون اونم زیر یه پرچمیم. اصلا تو انقلابو میشناسی؟ از انقلاب چیزی میدونی؟ یه جواز گذاشتی پر جیبت، هر جا میریم فکر کردی جواز ساندویچیه. حکم بی خیال بابا. ای بابا درد بگیرینش ایز بگیرین مرد خلاصی رو. اسماعیل سعی کرد فرار کنه اما خیلی زود با درایت نیروهای انقلاب به اشتباه خودش پی برد. نام الله و مرگ بر شاه خائن. این جناب اسماعیل یارجانلو هستم، فرزند زکریا. توضیح بدید که کارتون توی ساواک چی بود؟ بله، مأمور خرید بودم، یک مأمور ساده، وسایلی که مورد نیاز بود می‌خریدم، از جمله همین چیزایی که روی میز هست، مثل دم باریک، مثل انبر، کابل برق، شیر می‌خریدم، نوشابه می‌خریدم، ولی مورد استفادهشون نمیدونستم. یک بارم با همین دوستان که کنار من نشستن دیدمشون که مشغول ضرب و شتم یک آقای محترم هستن و من فکر میکردم اونجا دعوا شده، منتها مثل که ماجرا چیز دیگه بود. میخواستم همینجا ابراز پشیمونی کنم از این از خریدهایی که کردم، از اتفاقاتی که افتاد، از کرده‌های خودم پشیمان هستم و بچه کوچیک دارم، به خدا گوه خوردم. بلند شد. کجا میری؟ آقا برای چی برگشتی سر کارت؟ بله؟ با من؟ آقا دست شما درده. من برای جلال تویی؟ قربونت برم. تو مثل که حالی نیست توی مملکت انقلاب کردن. همه میخوان انقلاب بزنن به نام خودشون. کجا میری؟ اتفاقا هم دنبال آدمی مثل جناب عالی میگردن. من چرا؟ کارمند ساواک نبودی که بودی. اموال غیر مشروع نداشتی که داشتی. کدوم مال؟ زمینا رو با پول قمار نخریدی؟ قمار چیه تو خودت؟ زنت هم که آمریکاییه. آقا زنم که دیگه خودت میگی لاتینوه دیگه، چه ربطی داره؟ مگه نمیگی آمریکای لاتین آدمای بدبخت بیچاره؟ من منظورم سیاه‌پوستا بودن. خوب گوش نده. آقا فرقی دیگه نمیکنه، سیاه‌پوستا و آمریکای لاتین و نمیدونم آفریقایی‌ها، اینا همشون
دیگه چیزن مستضعفین عالمن دیگه، بدبخت بیچارن. مگه خودت اینا رو به من نگفتی؟ بعد چی میگی؟ جلال تو الان با اینایی؟ چجوری آوردن بیرون؟ با کدوماشون؟ فرق میکنه. فرقی نمیکنه. خیلی فرق کردی ولی من همونم اسماعیل. نه فرق. من همونم اسماعیل، فقط کاملتر شدم، دارم خودمو پیدا میکنم. دقیقاً همون کاری که تو نمیکنی. درست. این چی؟ پرونده‌ت. این پرونده منه؟ بله. چرا؟ دیروز یه یارویی رو با نصف این پرونده آوردم دادگاه. خب تا اومد به خودش به جنبه تق. وای خدایا شکرت. باید میرفتم. سخاپور هی گفت برو، ولی کجا برم؟ چیکار کنم؟ آمریکا. ها؟ آمریکا؟ میشه فک فامیلای زنت. مگه نمیخوای زنده بمونی؟ چرا زنده؟ بردار زارو زندگی رو در رو دیگه. جونتو بعد فرار کن. پاسپورت ندارم. زن و بچه کوچیک. من برای جورش میکنم. چه جوری؟ همجوری که آوردم بهت. برو. برم؟ ولی جلال این کار که تو کردی؟ باش. اسمار. دستات. دست. یا. دمت کرد. واقعا میگم این کاری که تو کردی برادر در حق برادر نمیکنه. دمت کرد. People like to rock, some people like to roll. We're moving and we're grooving on the کجا داری میری؟ هم تاکسی بگیرم. نه لازم نیست. نزدیکه؟ میخریدیه. میخرید؟ I've never kissed a bear, I've never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Okay. Thank you. برو. چیش کرد؟ آره بابا اندازه کله باباش. جونم خیلی خوبه ماشین. آقا برید یا الله. توی الپاسو هیچ جا به اندازه خونه مادر کلمنته امنیت نداشت. Hello. Yo, Alfas. Who the hell are you? My name is Ismail. Your name? Stop, Mama, it's me, Clemente. How dare you got into my property? Is that how you welcome me when I'm back after 5 years? Where in the hell you been in these 5 years? You left my dad and me. Did anyone ask you anything? Whoa. I did explain to your father very well that who I was with in all those 7 years. Did you tell him who you had been with? I didn't invite any of those sons of bitches inside my home. You see, Moss? This is how your daughter talks to me in front of a stranger. Will you stop this funny game? Don't move or I'll waste a bullet on you. Okay, he's my husband. Yes. And can I ask how many minutes you've been married? Gee? We've been married for 2 years. This is our wedding paper. Sorry, barış dارم. You my husband. اینجا چی میگی مامانت نکشتمون؟ چی میگه این مرد کیه؟ خب بگو شوهرمه دیگه. گفتم. چی میگه؟ میگه چند مینت عروسی کرده. What the hell kind of language was that? What? میگه این چه زبونیه؟ ببخشید اجازه هست؟ فارسی. Farsi? فارسی. Where's that?
فارسی فارس خلیج فارس آریا Persian cat understand mother Persian? Sounds familiar to me. I remember now. Los Angeles, I saw a restaurant. The sign read Persian kebab. She's lying. دروغ میگه. اون تا حالا پشه از این خونه بیرون نذاشته. Except for the 6 years, we don't know where and with who she had been. Shut up! Don't speak to me like that. I die and you will regret it. خورد. Let's go, one more bullet. Crazy. Your husband? Welcome to my home. تو از گذشتت هیچی بهم نگفتی. منم از گذشته تو نپرسیدم. گذشته من حسی این چه امریکاست؟ همه چی تو آینده است. تو با آینده من عروسی کردی، من با آینده تو. بی حرف این پریزن گوش نکرد. اون فکر میکنه همه زنو مثل خودشن. اهالی الپاسو آدمای خونگرمی بودن و کلمنته خونگرمترین دختر این شهر بود. اسماعیل زیاد از این خونگرمی رضایت نداشت. با این حال این مهمترین چالش حسی نبود. مشکل بزرگ اون کار بود. آمریکا صاحب بزرگترین اقتصاد جهانه. تولید ناخالص ایالات متحده آمریکا نزدیک به 16633 تریلیون دلاره. کسی یا جانلو کوچکترین نقش تو اون نداشت. Hurry the fuck up, you little piece of shit. منتر What? تندتر فصلی می اسما شرمندت هر کاری کردم نتونستم زمینا رو پس بگیرم ولی به یادتم قربانت. اسی مهمون داریم. رودریگو اومده. Come here. Come. اسی یارت زنمو با کف گلگی بردی؟ حالا خوب شد؟ آقا بلیط ایان ملی بدم. جدیده بیارینه Hey, Essie, wake up. This is not your bed. Go home. ببین جلال، من دیشبم باهات تماس گرفتم نتونستم باهات صحبت کنم برای ماجرای زمینا دیگه. اینجا خوبه، آمریکاست دیگه. شب اومدم بیرون یه گشتی بزنم، گفتم یه زنگ بزنم ببینم چی شد. خب برو اعتراض کن. بابا من به تو وکالت دادم، برو به اینا بگو مال این بدبخت خوردن نداره، آهش میگیره شما را. سلام عزیزم. سلام. چرا دیر کردی؟ کسی خونه است؟ آره مهمون داریم. آشنا است. کیه؟ بیا بینویم. کلمنته از گروه الپاسو گایز بیرون اومده بود، اما الپاسو گایز از کلمنته بیرون نمی اومد. Oh, hey. Hello. How are you, Ismail? Come on in. رودریگو یادت هست؟
تو تهران با هم آواز میخوندیم. یادمه کف گربی زدم تو صورتش. You remember you کف گربی زدی تو بینیم. اینجا چی میخوای؟ What are you doing here? It's my source of inspiration. You know, تمام موزیکامو اینجا کردم. منظورم اینجاست، خونه من، my home. اینجا چی میخوای؟ Oh, that is a long story. بیا بشین برات میگم. نه همینجا خوبه. رودریگو اومده بود که مردن مادرمو تسلیت بگه. Yeah, man. I'm sorry. She was a nice lady, you know. رودریگو پیشنهاده کار هم داره. Tell him. Yeah, man. We're such a great couple. You know, we can travel. So we can make a lot of money. You understand? So, you want to hear what we've been practicing? Essie, come back. من خستم میرم بخوابم. واقعا زوج خوبی هستی. به غیر از اسماعیل همه از این وضعیت راضی بودن، حتی پسر زکریا، چون اولین دوستش رو پیدا کرده بود و این کسی نبود جز خورخه پسر رودریگو. حیوان بابا کجا میری تو زکی؟ 100 دفعه بهت نگفتم با این پدر نامد نچرخ. وای مرض. این لباسم قرار شد یک شنبه ها بپوشی. برو ببینم. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. برو کنار. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so سرگرمی خورخه از همون اول رد شدن از مرزها بود، از همه مرزها. Zach, come on! Give me the money! What? Give me the money! I'm doing you a favor, okay? I have no benefits in this, okay? Okay. Let's go. Stop, not you. I don't sell anything to you. Why? Because you owe me money. But now I have the money. Give me the cigarette. I don't sell cigarettes to kids. If you give it to me, I'll pay next time. Don't touch. Okay, money. Now we are even. Hey! What about my cigarettes? Hey! Idiot, get out and come back only money. Where am I gonna get the money from? It's your problem.
Give me something. But I have nothing. Go figure. Do you like my friend's shirt? Not bad. Okay. Zach, she likes your shirt. If you don't give it to her, we don't get the cigarettes. Okay? Okay. Take it, it's yours. Where did you get this from? The girl stole your shirt, but I stole 2 lighters. One for you, one for me. We're brothers, huh? Yes. Come on. Who said he was my son? بچه خودش کرده. این باباش نه قاچاقچی بوده نه بابا بزرگش. شما این که جد آباتون قاچاقچی هن. بدبخت. Hey, what are you nuts? People know me here. I'm an artist. چی؟ ارتیست؟ تو هنرمندی؟ تو آدمی هستی که زن آدمو خور میزنی. اولا. Oh, really? That's what exactly you did to me. کفگل بزنی. دیوانه بودی. دوستت نداشتی. عاشق بودی. Stop, I said. Go. Let's ask them, okay? Okay, guys. Which one of you did it? همش تقصیر منه. برادرم بی تقصیر. چی؟ چی میگی تو این برادرته؟ اگه این برادرته اون مردی که آشغالم باباته. خوبه والا ما اینجا بی کس و کارم نیستیم. همه نفر آشغال نمیفهمید. خر دانکی اون که برادر نمیشه. برادر ناتنی یعنی که یکی که یا با مادرش یا پدرش مشترک باشه. خودخه که اینطوری نیست. شما الان خودتون از صبح پا میشین همه رو برادر صدا میزنین کسی بهتون کاری نداره. من فقط یه نفر برادر صدا زدم. چقدر باید توضیح همینجوری به همه بدم؟ اوکی. آن مرد با اسب آمد. آن مرد می رود. آن مرد تند می رود. نوشتی بابا؟ بله. خب بیار ببینم. ما دیکتامون اینجوری بود. باریکلا درسته. با این آمریکایی گاف چرا نمی‌اومد نچرخ. اینا اول پیرنتو در میارن بعد خشتک رو میکشن سرت. باریکلا. برو آماده شو بریم. بیا بغل بابا. برو. حرف بابا رو گوش کن. همیشه با خودم باش. چشم. Steve, go home. Go home. It's not your bed. Hey man, I'm tired. Let me stay here tonight. Shut up! Get out! بی پدر مادر. Go! برو بازی. برو آماده شو. اسماعیل با دیدن یه آگهی به زبان فارسی تصمیم خودشو گرفت که از الپاسو بره. کلمنته زکی رو به اسماعیل سپرد. اسماعیل کلمنته رو به رودریگو و زکی هم خورخه رو به خداوند. یه سفر برای پیدا کردن یه آمریکایی تازه. یه شهر آمریکایی که مردمش فارسی حرف میزدن
غذاهای ایرانی میخوردن و موسیقی ایرانی گوش میکردن. لس آنجلس، شهر فرشته. بلاله مثلا این سال بر نگرد ای سال بر نگردی زناشی وقت کردی لس آنجلس میتونست بهشت گم شده اسی باشه، ترکیب غریبی از ایران و آمریکا. واو نوشی جان دمت گرم داداش. تاچ می آها باشه باشه به به خب بخوریم. برگر. برگر چی بابا؟ کله پاچه همه دوست دارن تو دوست نداری، بر چی؟ دهن تو باز کن اون دهنو. بخور قشنگ بخور. خب قورت بده. کله پاچه مامان میخوریم. سلام بفرمایید. ماذا تقول؟ سلام. اوه مای گاد ساری. خانم آقایون، قربون همه بچه‌های ایران، تهران، اصفهان، مازندران، گیلان، خوزستان، رشتیا، مشتیا، بچه‌های لس آنجلس از شمال تا جنوب، سان فرانسیسکو از این ور پل تا اون ور پل، تگزاس، دالاس، از اوهایو تا آیداهو، داشتای گلم. من یه هموطنم که الان بی پولم ولی تو ایران پولدار بودم. برو بیرون کتاب. صبر کن داداش، میرم بذار حرفمو بزنم. والا به خدا یه اون نمره داشتم تو نازی آباد، 3 ماشین سنگین داشتم تو معدن‌های محلات، همه رو گذاشتم فرار کردم اینجا پناه آوردم به شما. الان آوارم یه هموطن آواره. برو گم شو. بیرون گم شو. آقا بیا اینجا. ها وات اینا چقدر شد؟ $12. قیمتش هم خوبه. اسی در جستجوی کار زندگی ارزانتر بهتر به حومه لس آنجلس رفت. یه شهرک با خونه‌های قشنگ، آفتاب دلچسب و استخرهای بزرگ. What are you doing? I'm working. زکریا دیگه یه مرد شده بود. این نمیشه که من ایرانی هم مسلمونم، شما دعای یهودی میخونیم. من هم یک ایرانی یهودی ام. خب من دارم بچه‌مو ختنه میکنم. شما دعای خودتو بخون، منم دعای خودمو میخونم. خوبه؟ بله بله. بفرم. ننداز بابا، منتظره. نباید این کارو بکنی. ما این کارو میکنیم چون رسممونه. برگرد بحث نکن. آخه آقای گفت که اینا نگرش آقای غلط کرد با تو. برگرد دیگه. ما ایرانی هستیم میدیم گربه میخوره. برگرد. بودو بابا. باریکلا. بنداز. آفرین. ایتید. فارسی بابا. بخوره. آخه این گربهش فارسی. بحث نکن. فارسی. بگو بخورش. بخورش. آفرین. کمشه. برم ببینم چیزی هست بدم بخوره.
تنها بنداز گردنش سفتش کن. بده بالا سر تو. همه تونو باید اعدام کرد. نه 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 نه. سلام جلال جون، خوبی؟ قربونه داره خوبم. دست میسوزه آیوان پی. آقا یه زحمتی دارم برات. جیش دارم جیش. برو اونجا پای درخت کارتو بکن دیگه. زکریاس آقا من یه زحمتی داشتم برات. ببین میتونی یه قربونی برام اونجا بکشی؟ من این زکریا رو ختنش کردم. بله دیگه، بله دیره ولی به هر حال بریدیم دیگه. نه اینجا نمیذارن، اینجا 3 ماه زندان داره. آره ما هم قاچاقی بریدیم. آره دمت گرم. آره فقط ببین بره باشه، سفید باشه، دنبه نداشته باشه. آی دمت گرم. این زمین ها چی شد؟ عجب. بعد گفته اینا لج میکنن ها. باشه دیگه خود دانی. باشه من منتظرم. قربونت. خداحافظ. خداحافظ. اسماعیل بالاخره تونست برای خودش سرگرمی پیدا کنه. خوندن آگهی‌های تبلیغاتی با پیشنهادهای جذاب و مقرون به صرفه. مثلا برای تور $200 وگاس فقط باید خودتون رو به وگاس میرسونید. همین. یه شب اقامت توی هتل نسبتاً مجلل و $20 هم ژتون که برید باش قمار کنید. مونده بود بلکو. ساری no problem. خوبی؟ yes خوبم بابا. ساری بابا یه ذره مونده بود، یه دونه دیگه بده. یکی دیگه؟ آخرش رو بده بابا. آخرش بخور. چی آخرش بود؟ آخرش تو مگه چرا به من نمیگی من یه کار دیگه بکنم؟ داره تموم میشه؟ چی کار می‌خواستی بکنی؟ ساری مای بیبی. یه سفر مقرون به صرفه به شرطی که دوباره هوس قمار کردن به سرتون نزنه. Thank you. Sorry. Jackpot jeton, please. Your bet, please. Okay? Yeah. Finish. Okay. Jetons. 6? Yeah, finish. آره. این دیگه آخریشه. این یه پول بلیت برگشت میده. الهی به حق یکی از اون حالایی که تو تهران بهم داده اینجام بهم بده. قربونه بگو الهی برو خوشبختانه اونجا استخراج زیادی داشت و اسماعیل تونست هزینه برگشت به خونه رو جور کنه. دوران بازنشستگی اسماعیل شروع شده بود و توی همین دوران بود که بالاخره یه پیشنهاد خوب و متفاوت توی صندوق پستش پیدا کرد. 2 شب اقامت توی هتل خوب تو نیویورک،
فقط باید در یه همایش فرنگی شرکت میکرد. جمعیت نمیدم شده من چسب بریم ندارم چسب ندارم تو برای بود باز آقا چسب منو ندادیم ممنون یه دونه دیگه من چسب میزنم بزن بابا با مزه است بزن هم آقا یه دونه دیگه من لطف این جوابونم اینم شما خانم ها آقایون لیدیز اند جنتلمن ما اینجا دور هم جمع شدیم به نیابت از کوروش بزرگ و هخامنش که به این رژیم آخوندی بگیم هر کاری که دوست داشته باشن نمیتونن بکنن هر جایی هم بشن اینجا فوش سیاسی بدن تو بریم همایش فرهنگی نیست اینجا یک صدا فریاد میزنیم مرگ بر حکومت مرتجع مرگ بر حکومت مرتجع مرگ بر حکومت مرتجع من نمیگم شما هم نگو اینا اومدن اینجا کار سیاسی بکنن برای خود داستان درست نکن کاش نه فایده گوشای این رژیم سنگین تر از این حرف هست صدای ما بهشون نمیرسه بکنید بکن آقا نکن شما هم نکن بکن اینجا همایش فرهنگی بکن اصلا نمیدونه خانم بکن نه برچسبو بکن ما در اعتراض به خفقان رژیم این برچسبا رو زدیم رژیمی که استبلا رو تبدیل به زندون کرده چون جا نداره مکان نداره دیگه جایی نمونده پس متحد و یک صدا فریاد بزن مرگ بر حکومت مرتجع آقای سخاپور مرگ بر حکومت مرتجع آقای سخاپور من یارجانلو هم فرزند کوروش یارجانلو نه اسماعیل یارجانلو اسب اسب اداره سوم ساواک یارجانلو انتنی که لوتیش مرده بود بله شوروی هم سقوط کرد یه قربونت برم بیا بابا جان بیا قربونت برم چرا سفید کردی؟ دیگه همه پیر شدیم دیگه آخه پسرم زکریا ماشاءالله شده مردی شده واسه خودش بیا همون بوس خوبه دوست نداره ماشاءالله نه اون پسریه که به خاطرش اومدی مرخصی گرفتی گفتی همسرم پا به ماهه بله ببین بابات نمیدونی چه آدمیه فرزند راستین کوروش یه مرد وطن پرست آفرین ایران به تیمیه آخه منم یه دختر دارم مری البته دختر خودم نیست دختر زن آمریکایی عجب فارسی بهش یاد دادم صحبت میکنه اینقدر بلا میشه مری ما باید بریم مری come on baby come on کسی به خاطر هیجان بیش از حد و پرتاب گوجه فرنگی دستگیر شد. وقتی از اون پرسیدن چرا این کارو کردی؟ کسی تنها یه جواب داشت. رو در وایسی خیلی برای من عجیبه شما این عکس ها از کجا میاری؟ جاسوس داری خب جاسوس داشتن هم شکلی از رابطه داشتن دیگه جاسوس باعث میشه که ما بیشتر از هم دیگه با خبر بشیم درست همین بیخبری باعث میشه بلند میشیم بریم جلوی سازمان ملل وقت به ماشین رئیس جمهور گوجه پرتاب میکنه نه من گوجه پرتاب نکردم دقت بکنید میبینید گوجه دست دده ببینید من اصلا تو هیچ کدوم این عکس‌ها نیستم چرا چون اصلا اعتقادی به این جریان ندارم بله شما مشخص حواستون به جای دیگه اصلا پرتاب شده بوده اسمت چی بود؟ زکی زکی؟ نیو چه میدونم مری، مریم everybody calls me something
من هم گفتم گوجه پرده هم به این خانم گفتم حجابت رو رعایت کن اگه میخوای با من ازدواج بکنی، چون اصلا موضوع ازدواج بود. بعد گفت که گفتم وات نمی‌کنی، همه کاری که من میگم انجام میدی. یه روز اومد دوباره دیدم رو سرش نیست، گفتم وات دیگه اصلا وات چی؟ هیچی آقا هیچ. زکریا عاشق شده بود و برای به دست آوردن عشقش از روش مرسوم خانوادگیشون استفاده کرد. کف‌خوری. سخاپوری شبکه رادیو تلویزیونی برای فارسی زبانان آمریکا را انداخته بود و اسماعیل پسرش اونجا مشغول کار شده. از رادیو ایران دیروز در خدمت شما هستیم. باید تشکر کنیم از اندرو ابراهیمی از سالاسی، سایه یابنده از فلوریدا. راستی الان اونجا نصف شب سایه، درست میگم؟ مارش محبی از داکوتای شمالی، ویلیام خداپرست و دنی حسینی از تگزاس، بیل طالبی، استفان کلنگا از نیو جرسی و جاناتان شیخ الاسلامی از شهر خودم. پتیویر باورم نمیشه، نمیدونستم که اونجا هم ایرانی داریم، ولی با هم دیگه خوش میگذرونیم. بهت قول میدم جاناتان، منتظر تماسم باش. همه این خانوم ها و آقایون درخواست ترانه شاد و قشنگو کردن و من این ترانه رو تقدیم میکنم به این دوستان صمیمی برنامه و مخصوصا به مریم از لس آنجلس که میدونم به این آهنگ علاقه زیادی داره. این شما و این آهنگ زیبای شهرام شپری نازنین. لوسی ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه های محل دزدن، عشق منو میرزدن، عشق منو میرزدن. ای قشنگ تر. خانم آقایون باور کنید کار این رژیم تمومه، سرنگونیش نزدیکه. من که چه میدونم آماده است. ببخشید من احساساتم جریه دار شد، شرمنده همتون هستم. خانم آقایون برنامه امشب و با ترانه بسیار زیبایی از بانوی آواز ایران به نام سوغاتی ادامه میدیم. قابل از اینکه گروه کورال مام وطن ماها شبانه روز برای اجرای امشب تلاش کردن. با هم میشنویم وقتی میای صدای پا، برو بچه ها از همه جاده ها میاد، انگار نزد شهر دور که از همه دنیا میاد. تا وقتی که در وا میشه، لحظه دیدن میرسه، هرچی که جاده است رو زمین به سینه من میرسه. کار میکنی بابا؟ دارم نگاه میکنم. چی؟ دارم نگاه میکنم بازی ایران با نگاه ما. کن. بازی خیلی مهمیه. چرا ایران عوض میکنی کار رو؟ ایران با ما؟ چی شد؟ کجا؟ همین لحظه که زدی گل زد، من ندیدم گل. آمریکا؟ یس عجب گلی توی دروازه. ایران عجب گلی میزنه. آره دیگه 1-0. آفرین. شادی داره. آره این گل شادی داره. باید بزنه، گل نزنه بیچارهش میکنن، پدرشو در میارن. یا بیچاره میکنن؟ اینا خانواده‌هاشون گروگانن پیش آخوندا، گل نزنن سینه کش دیوار. کی الان من گیج شدم؟ اینا همه ایران گروگان دارن پیش اینا. گل نزنن، براشون کاری نکنن، پدرشونو در میارن همه. اوکی گرفتم. از دم. اوکی. ببین چه گریه‌ای میکنه. آخ بمیرم. خب نه اونو چون گل زده. نه این گل زده خانواده‌اش نجات داده، برای اون خوشحاله. اگه گریه هم میکنه از خوشحالیه، برای اونه. خانواده‌اش نجات داده. اوکی. حالا حتما یه زمینی، ماشینی، چیزی جایی بهش میده. جایزه یهو زمینای عباس آباد میده. مثلا میگن رشدم کرده، جای خوبیه و بعد گفتیشم شانس هم نداریم. حالا این چی بود اسمش؟ سیلی. این زمین ما رو لابد میدن به این سیلی کوفتش. آخه مگه نمیگه ایران خیلی بزرگه؟ خب یه زمین دیگه میدن به سیلی، برای چی با زمین ما رو بدن؟ بله ایران خیلی بزرگه، ولی ما هم خیلی بدشانس. خیلی
Come on, Dad. It's okay. It's okay. Okay. وقت فوتبال همه دور من هم برم پیش دوش بگیرم. شهیات جمع میشیم یه استیج اونجا میزنم این دوتا جوونه با استعدادم میان برام بر دادی؟ ندو درد آه بیا بابا اینا یکی دیگه زدن ها استیلی؟ نه اومدم که چیکار کنم؟ دیگه چیکار کار نمیتونم یه کاری بکن به خاطر اینکه اینجوری پیش بره انقدر گل بزنن دیگه از ته زمین های عباس آباد هیچی نمیمونه کن بابا اگه به اینا سلام 10 تا دیگه به میزنم درک آدم نمیدونه با اینا چیکار کنه خواهی بیام پشت تو لیف بزنم بزن آروم نه برو خب لیف میزن برو سبانیه برو قربونت برم گرفتارم چرا نمیفهمی من این بچه رو میخوام بفرستم دانشگاه خرجی دانشگاهشو نمیتونم بدم سلام سلام الان خودش اینجاست زکریا سلام میرسونه سلام میرسونه آره خب چی کار کنیم خیلی شد خیلی کیه آجاها کی خب ببین اونو نمیشه یه پولی چیزی بهش داد درست کنه ماجرا رو آقا اونجا میگن همه پول میگیرن کسی یه نفر پیدا کنی زیر میزی بده بابا این زمین رو ما بگیریم دیوونه شدیم یارجان پسرم آقا یه دقیقه صبر کن آقا اتاقو تمیز کرد میدونم قربونت برم اون یارو بود دنبال کار زمینات بود خاوندی داره میاد اینجا آمریکا آره دیگه طرف خیلی دم کلوف شده رفیقته بله آقا تمام زندگیمون دستش برو سراغش یه رفیق داشتیم پاشایی همکارمون بود تو اداره تمام زمیناشو تو محمودیه پس گرفت تازه آمار دارم چند تا رفیقای دیگه‌مون هم رفتن زمیناشونو پس گرفتن این که رفیق تو دم کلوفته بچسبش زمیناتو پس بگیر سفارش منم بکن این آقایی نیست؟ این؟ نه آره چی خلاصه هست یا چی؟ آره هست ببخشید معطل شدی خواهش میکنم خیلی عوض شدی جلال نه من که همیشه همین بودم نه اون شبو یادته؟ کدوم شب؟ اون شبی که من از بازداشتگاه در آوردی آره ببین عمود نبود من الان یادش سینه کشی بخیر. دیوار بودم مرسی عمو. میکشتن من دیگه بالاخره انقلاب همینه دیگه شرایط سختی بود الان ولی میگن بهتر شده شرایط که آره بهتر شده الان بالاخره دادگاه هست دادستان هست پرونده ها رو میخونن مثل اون اوایل ممنونم خب چیکار باید بکنن الان سفارش بهتر شده شما چی میخوری؟ من که مثل سابق نه نون و پنیر و سبزی و ساده سن و سالمون دیگه یه جوریه که منم با وجه نگیریم پنیر سبزی باشه البته مهمون منی داره اصلا مهم نیست مهمون شما باشیم نون و پنیر سبزی نداریم حالا میپرسیم شاید بود نه میدونم نداره چیز دیگه انتخاب کن آینو میدونم که نداره دیگه آخه اگه داشت چرا داری بحث اوکی میکنی؟ دادی اوکی برو بپرس یا میگن هست باشه ساده میخوریم همه محبت کردی اومدی ها هی بابا این چه حرفی من بیام آمریکا به تو سر نزنم به حال اختلاف نظر هنوز هست ولی ما دوستت داریم شمارت رو عوض کردی ها؟ شمارت رو تغییر دادی ندادم مگه بهت شما نه که عجیبه این شماره موبایل منه موبایل پس همه چی تغییر کرد بالاخره تو الان با یه کشور پیشرفته روبرویی مشکلات هست ولی بالاخره مشکلات فرهنگی جوونا درس میخونن کار ندارن
پس ما اگه اومدیم ایران با این شماره تماس بگیریم. شما که اومد ایران البته قدمت سر چشم، ولی برای چی باید بیا ایران؟ زمینامون خیلی ها از ما وضعشون بدتر بوده اومدن ملک و املاک و پس گرفتن، ما چرا نه اون که قضیه تو سیاسی اسماعیل. آقا من اگه غلطی هم کردم که نکردم دیگه تاوونشو دادم، 30 سال آوارگی کشیدم. تا الان فکر میکنیم ما آمریکا داریم زندگی میکنیم؟ بیا خونه من شما امام شب ببین، تو لونموش داریم زندگی میکنیم. من خرج دانشگاه بچه‌مو نتونستم بدم، کجا کار سیاسی کردم؟ اسماعیل تو رفتی توی این برنامه‌های اپوزیسیون شرکت کردی دیگه، شعار دادی. آقا 4 تا پیرمرد بودیم رفتیم اونجا آواز خوندیم. واقعا پیرمرد همین دیگه. تو رفتی تو برنامه نشستی، این برم دیدنت رصدت کردن. کی دیده؟ رفتی نشستی تو برنامه این نکبت چی اسمش؟ سخاپور. سخاپور کی میشناسه؟ سخاپور نمیشناسن. کی سخاپور میشناسه؟ بحث من این نیست. تو چی میگی اصلا؟ تو چی کار داری به بحث ما؟ بحث من اینه که آقا من خودم میدونم کجا برم چی کار بکنم. این عکس‌ها من اگه جایی میرم میدونم اونجا اینا رو یه ذره این عکس‌ها هالی شت، اینا رو از کجا آوردین؟ آها پدر شما چند بار میخواست تشریف بیاره تهران، من نذاشتم. بالاخره دوستش دارم. با یه بدبختی من این عکس‌ها رو پیدا کردم. برای چی؟ برای اینکه به تو یادآوری بکنم این پرونده بازه. این عکس‌ها رو کی گرفته؟ این تجمع رو کی ترتیب داد؟ سخاپور. بله به نظر من زمینای تهران فراموش کن. بیا فکر کنیم تو اسفند 1332 تو تهران به دنیا نیومدی. همینجا تو نیویورک سال 1955 مثلا آوریل به دنیا آمدی. همونجون شما متولد چندی؟ فوریه 1979. یادش نیست بهمن 57 به دنیا آمده. چرا یادمه؟ این که اشتباه شده نه؟ همونجا. نه درسته، هم پنیر داره هم سبزیجات، فقط نونش داغه. ایتی ده؟ از دست این آمریکایی ها. ایتی ده حالش خوب نیست، به خونه را میره باز خودش حرف میزنه. داندیتی یه ذره اوضاعش وخیمه. خوب میشه. نه خوب نمی. من میخواستم راستی یه چیزی بهت بگم. بایدوی من هم میخواستم یه چیزی بگم. خب بگو من گوش میکنم. بگو. نه تو اول بگو. نه اول باید تو بگی. بگو. Okay. I'm confused. I need guidance. ولی چی کنم؟ میگه هر چی میخوای من بهت میگم، کمک میکنم. بپرس. I'm happy که با آدم فهمیده مثل تو طرف هستم. جون بگو. You know ازم خستگاری کرد. کی؟ همون پسره هم کلاسیم توی یونی. همون که گفتی درازه تخمه سری خواستگاری کرده. that ugly one. همون قد بلند. هم صورتش گفتی پر جوش چرب و چیل نمیشه باهاش اصلا حرف زد. نه صورتش خوب شد. اوه یه دفعه خوب شد. I don't know what to do. پول داره ها؟ مامان و باباش اهل فرانسه هن. اونجا مادر بزرگشون یه مزرعه بزرگ داره که با فرانسوا میرسه. مانو صدا میکنه آوه ماریا. باور میکنه آوه ماریا؟ I don't believe it. Just for money? Not only. اپرا هم دوست داره. تو که گفتی من از اپرا متنفرم، شهرام شفره گوش میکنم. من من به خاطر تو اینا رو گوش میکردم. من به خاطر تو گوش میکردم. من عاشق اپرا هستم. نه من به خاطر تو اینا رو گوش میکردم. Okay, go اپرا. Go. Enough. I will go. تو چی کار داری میکنی؟ آتیش برای چی روشن کردی؟ ها؟ چیه میسوزونی اینا؟ داد با شما نکن این سند عباس آباده که اینو چرا میندازی این تو؟ الان به چه دردم میخواد؟ خب یعنی چی بندازیش تو آتیش مثلا چه شناسنامه دردی؟ ایرانی الان به چه دردم؟
این پاسپورت ایرانی به چه درده؟ پدر من چیکار داری؟ بذار بسوزه بابا نکن این کارا رو، تو رو خدا دستم سوخته. اگه می‌خواستی اینا رو بسوزونی برای چی که هر سال نگرش داشتی؟ نکن چیزی نسوزونی دیگه. پاشو بریم تو، پاشو. این عکس‌ها رو کی گرفته؟ کدوم عکس‌ها؟ عکسایی که جلال نشونمون داد کی گرفته؟ من به شما نگفتم اون کارا رو نکن، با موش اینجوری شعار نده، وسیله پرت نکن. چرا انجام دادی این کارا رو؟ آقا این سخاپور مأمور آخونده است. Are you kidding me؟ سخاپور مأمور آخونده است. اون مادرت هم من نفهمیدم مأمور این آخونده است. اون پدر رودریگوت هم آدم همین است. اون برادر خلخت هم که دوستش داری اونم آدم همین آخونده است. اوکی دیگه باید بریم بخوابیم. اینا همشون آدم آخونده. شب بخیر. دست به یکی کردن زمینای من از چنگم در. خیلی خوب بلند شو بلند شو. پاشو بریم ببینم. پاشو ببینم. خودت هم مأمور همونه. چی؟ خودت هم مأمور آخونده. میخندی؟ مأمور آخونده. زمینا رو از چنگ خودت در بیار. میرسه تو بدبخت. میرسه به خودت. پاشو این سیگار لعنتی هم بنداز بره اینقدر نکش. پاشو ای بابا سیب زمینی انداختم. من بعد غذا درست میکنم، سیب زمینی میخوای چیکار کنی؟ میدونی اتهامت چیه؟ من بیگناهم. من کسی رو نکشتم، کسی رو شکنجه نکردم. کاملا درسته، اما جرم اصلی تو این نیست. پس جرم من چیه؟ جرم تو بدترین جرمیه که هر آدمی میتونه مرتکب بشه. من تو رو متهم میکنم به هدر دادن زندگیت. گناهکار. و مجازات این جرم مرگه. گناهکار. ندارم طاقت موندن، من این شهر رو رها می کنم از درد شبونه. دل موتن من مرد ز بیداد زمونه. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه بیگانه بشه هموطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه که بیگانه بشه هموطن من. های 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 ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که کات دیوید کات نگرد برای من نگرد. یارجان رو یارجان بجون چی کار داری میکنی؟ چرا شیهه میکشی عزیزم؟ مگه اینجا استبل، اینجا استدیوه؟ یه ذره خلوت کنی دورش رو. بابا چیه؟ چی شده؟ خوب چرا بیرون میگن داری ایستاده اسب در میاد؟ پدر اسبی شده. پدر خودت اسبی شده. وقتی نمیتونی فارسی صحبت بکنی چه اتفاقا؟ ببین کمرم معیوبه وگرنه دهن تو سرویس میکنم. اگه بابام طوری بشه همه را چیز تو میبینم، چشتو میبینم، از چیز همه میبینم. گفته باشم جیش موسلارا شب بخیر لورا بیا برو ببینم بابا. خانوادگی روان پریشی. بابای شیزو تو ببر بخوابون. زکی فرانسوا سلام رسوند. فرانسوا گو خورد. فرانسوا نمیشناسی. مشکلات اسماعیل از ترس برگشتن به ایران آغاز شده. یه نفر باید میرفت و رک و پوست کنده با خود رژیم حرف میزد. زکریا باید با یکی مشورت. بهترین مشاور زکریا خورخه بود. یه برادر، یه آدم موفق که همیشه بهترین تصمیم رو میگیره.
Look, Zach, you have told me this story many times, and every time I've listened to you carefully. But let me tell you something. You only have one option. You got to face them. It's a principle. Hey, you know what the worst thing in our job is? Huh? That you don't face it. That you let them get away with it. You give them a right to sell your car, and you do nothing. It happens all the time. I don't care if he's got bodyguard, trained dog, and bulletproof machines. So, if you ask me, bro, I say you go and face it. It's too short, and you speak very polite. Thanks, dude. You always give me the good advices. I do want to face it. I'm going back to Iran, but there's one problem. Iran is so different. You know? It's such a different world. Look, Zach, I just came to know that we all were born from one parents. We are all from same mother and father. I read that somewhere. Isn't it interesting? Yeah. But the officer at the borders, the one who issue passport, the immigration police, they are ones who are ignorant about that fact. You don't mind borders, bro. آقا شما سلام. الان کجا داری میری؟ بیا پرونده رو بیا. جالبه، اول حکم اعدام پدر من رو صادر میکنید، بعد همه اموال ما رو چیز میکنید، بالا میکشید، بعدم میگید مصادره نشده. مصادره نشد آقا، این که به نفع شماست، این که خیلی خوبه. وکالت ایشون با آقای جلال خوابندیه، ایشون کجا هستن؟ چی میگی آقا؟ مانی چقدر میخواید؟ من $68 دیگه فکر میکنم ته جیبم باقی مونده. اوکی، اینم میدم به شما، میرم توی خیابون میخوابم. طوری نیست. کارا چیه میکنی آقا؟ خجالت بکش. حرمت دادگاه رو نگه دار. که بهتره. سکه میخواید بهتون بدم؟ شیتیل بهتون بدم؟ خوبه آقا، نداریم. پدر من عصر شده. صداتو بیار پایین. نداریم چیزی به شما بدم. چرا برم بیرون خانم؟ آقا بفرمایید بیرون. همه اموال ما رو مصادره کردن. تا کی خفقان؟ تا کی میخوای صدا به من خفه کنی؟ مصادره کردن. هیچی نمونده فیلم نگیرم. ایشون اصلا گوشیشو نگیرم. برای چه فیلم نگیره؟ بیا بگیر. از من بگیر. از مصادره کننده بگیر. برم باش. فکر کنم تا الان متوجه شده باشی چه اتفاقی افتاده دیگه. نه دقیقاً. شما خودتون وکالت دید با خوابندی، اینم که دیگه میدونستی. بله داد به من گفت. من خب آقای خوابندی زمینه شما رو فروخته و زده به چاک. کی؟ هم خوابندی؟ یه مقدار قابل توجه پولی مملکتم برداشته برده. اون سفرش با آمریکا هم کاری نبود، کاملا شخصی بوده. برای این نفوذی هم دیگه نفوذ میکنن. کی؟ یه هفته پیش. باشیم بریم بگیریمش. میگم رفته، فرار کرد. کجا رفته؟ ایالات متحده آمریکا. این کارتی که خوابندی پشتش شماره‌شو نوشته بود. کارت بنگاه ملکیه توی تگزاس. با این میشه ردشو گرفت. اگه پلیس آمریکا با هم همکاری میکرد میتونست این مال مردم خور حتما برش کردن، اما خب حیف. شما که میدونستین اینجوریه زودتر میگرفتینش دیگه. همون دیگه، نتونستیم شناساییش کنیم. سخت‌ترین بخش کار ما شناساییه. آدمایی مثل سخابور و پدرت و تکلیفشون مشخصه، اما آدمی مثل خوابندی هر روز شکل عوض میکنه و هر بار یه هویت داره. این کار ما رو سخت میکنه. من یکی رو میشناسم. بلندتر. من یه کسی رو میشناسم، اون میتونه یه کاری بکنه. مثلا چی کار میتونه بکنه؟ میتونه خوابندی رو پیدا کنه، دهنش سرویس کنه. خب خوابندی الان هم اسمش رو عوض کرده هم ظاهرش. خب اون تخصصش پیدا کردن آدمایی که اسمشون و فیسشون رو عوض کرده.
اونا رو میگیره گدبسته میاره مکزیک تحویل میده. خب اون کیه؟ میخواین؟ How are you feeling in the Ventura? Not bad. Where are we? Border of Mexico. Why are we here? It is about. It's okay. Okay, easy. Okay. You shouldn't treat me like this. I brought a lot of money in your country. I'm a first-class citizen, you know me. I know. But someone on the other side of the border is waiting for you. Who? My brother, Zach Yarjandra. Do you know him, Mr. Hollandi? Huh? You are not the police. Can I see your ID? I think it's a bit late to ask this question. Go. Where? On the defense. Go! Okay. Go. 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 میخوای؟ دست بیا شما بخور. دارم. قربانم خوشمزه است. آقای استیلی گفتی کی میاد؟ ساعت 3-4 میاد. حتما میاد بله دیگه خونهش اینجاست. بله ممنون. رویای اسماعیل برای رسیدن به زمینش محقق شده بود، اما یه مشکل کوچولو وجود داشت. برجی که خاوندی توی زمینش ساخته بود با آدمایی که واحدهای این برج رو خریده بودن. یک نفر نان داشتم مامی دندان نداشت. یک نفر نان داشتم مامی دندان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت. آن یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت. آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود. آن که باور داشت روزی میرسد بیچاره بود. آن که در اموال دنیا غرق بود ایمان نداشت. یک نفر آن داشتم با بینوا دندان نداشت.
یک نفر نان داشتم مبینه با دندان نداشت آن یکی بیچاره دندان داشتم نان نداشت یک نفر نان داشتم مبینه با دندان نداشت باور داشت گرگی در میان گله بود گله باور داشت اما من نمیدانم چرا باور سگ چوپان نداشت یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود یک نفر پالان خر را در میان خانه پنهان کرده بود آن یکی با بار خر میرفت و خر پالان نداشت یک نفر نان داشتم با بینه و دندان نداشت یک نفر فردوس را ارزان به مردم می‌فروخت نقشه ها کو داشت در پندار خود شیطان نداشت هر کجا دست نیازی بود بر سوی دراز رعیت بیچاره بخشش داشتم خان نداشت یک نفر نان داشتم مبینه با دندان نداشت